اما این که زندگی بهتر، فرزند کمتر، این حرفا، الان یک مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه که سنی های در مرزهای ایران، تمام شهرهای سنی نشین دارن جایزه میگیرن از سعودی و پاکستان و پول براشون میاد که زن بگیرن، دو قلو بزن که آمار سنی ها تو این مملکت از شیعه ها بزنه بالا و اینجا شیعه بده یکی یکی لوله ببنده که بچه دار نشه. اگه قراره مملکت ایران جمعیتش بالا نره، تو این قصه باید مسئولین ما نامردی نکنن به حق علی ابن ابی طالب، مرد باشن جلو سنی ها رو هم تو این مملکت بگیرن. اگر راست میگن و خیلی دلسوز این مملکتن، اگه مردن بیان جمعیت اول انقلاب رو تا این ساعت رو در ممالک و شهرهای سنی نشین اعلام بکنن و بگن تو این چند سال چند برابر شدن، اگه راست میگن. و چقدر شیعه رولولشو بس و خودشو عقیم کرد که از یه بچه 2 تا بچه بیشتر نداشته باشه. اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودشو بگیره سنی 10 تا بچه داشته باشه، یعنی خونش که واز بشه یه لوده بیچه میریزه بیرون قد و نیم قد. خب بله، به اونا هم بگید آقا ما به سومین اولادتون شناسنامه نمیدیم، حق رأی هم نداریم. ولی این که بدانی تا 5 سال دیگه اینطور که داره این مملکت جلو میره و این اتحادی که بین سنی ها هست و این اختلافی که بین شیعه ها هست متاسفانه، و این بازیایی که ما سر هم دیگه داریم، تو رئیس جمهوریش رأی خواهن آورد، تو رأی جمع کردن تو انتخابات مجلسش همینطور، و اینکه برای که بدانید دنبال درس و بحث دارن میرن، دکتر مهندس دارن. ولی ما شیعه ها چی؟ الان در سیستان و بلوچستان تمام قاچاقچی ها سنی هن، تمام معتادا شیعه هن. بایی بپرسید شما بگونید سنی میاد اسلحه دست بگیره ما رو بکشه؟ نه. وهابیاشون میرن تو عراق شیعه میکشن، تو افغانستان شیعه سر میبرن، تو پاکستان بمب میگذارن مسجد شیعه رو منهدم میکنند و شیعه میکشن، سنیاش هم اینجا دارن درس میخونن و قاچاقچیگری میکنن و تریاک و هروئین و شیشه و کراک دارن پخش میکنن، یه جوری دیگه دارن شیعه رو از بین میبرن. شیعه احمق نمیخواد بیدار بشه، شیعه احمق نمیخواد چششو باز کنه که اگه ما رو با گوله بکشن بعد اینه که بچه‌مون بشه هروئینی. و هر جا آدم میزنه میگن خلاف وحدت صحبت نکنی. این دیگه چیکار داره به وحدت؟ وحدت میکنی. چماق وحدت رو تو سر من نمیخواد بزنی. من تو بهتر میفهمم وحدت یعنی چه. وحدت رو اونایی به بازی گرفتن که به داد شیعه نمیرسن. وحدت اونایی به بازی گرفتن که نمیفهمن چه کلاهی تاره تا ناب سر شیعه میاد. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنن با بستن ابولولو همه مشکلات حل میشود. نه اینجوری نیست. شما اگه در حرم ابولولو رو میبندید، پس جلوی شناسنامه دار شدن سنی ها هم بگیرید اگه مردی، اگه راست میگید، و جوانهای شیعه هم آگاه کنید اگه راست میگید. اگر هم دست به دست هم دیگه دادید سفره تشیع رو جمع کنید، خدا سفره عمرتون رو جمع. اگه تصمیم گرفتید که خیانت به علی بکنید، خدا به حق حضرت زهرا رسوا و ریشه کنتون کنه.